از کی داری سوال میکنی؟ از من؟ از پرنده زالزال که رئیس جمهور کی بشه؟ خب با اونای دیگه که رأی دادیم که دم ما رو ندیدن. آره، تنها کسی که من بهش رأی خواهم داد اینو بهتون بگم، میرزا قاسمی فردا رئیس جمهور بشه، اصلا بگه من میخوام رئیس جمهور بشم، اصلا نارنجک به خودم میبندم میشینم اینجا چیکار میکنم، پیش مرگش میشم. آره، اونا هستن که دوره برش فامیسن میشن میگه اونا اصلا کفن میپوشم وسط خیابون دراز میکشم، کفنش توری باشه ها. برای میرزا قاسمی فقط باید کفن توری پوشی، توری فلینا چیزی، آره ویکتوریا سیکرتی چیزی. آره بعدشم با کی داری مزخرف میگی؟ حالا حتما فردا شروع میکنین دیگه، میگی موهاش بلنده و ناخوناشو کاشته، داره مزخرف حرف میزنه. مزخرف جد آبادتون دارین حرف میزنین. آره، به شما چه مربوطه؟ تو کجا بودی تا حالا؟ کسی از تو مگه سوال کرد؟ اما سوال کردن. آره چی کارم؟ خواهی 40 سال پیش هنرپیشه‌ای بودم، 30 سال پیشم یه فیلمی چیزی نوشتم، کارگردان بودم. به تو چه؟ تو چه کاره ای؟ با من طرفی ها؟ با من اصلا طرف نشو، من لاتماتم، جواب تو بهت میدم. بعدش هم اصلا احتیاج نره اینجا بمونم. از تمام دنیا، از اروپا، آفریقا، قطب شمال، قطب جنوب دارم بر من نامه فدایت تمام می‌نویسن، میگه پاش بیا اصلا میگه ویزا لازم نداری، میگه تو اصلا پاش بیا، پاسپورت لازم نداری. آره من فقط باید برم، نرفتم. آره به خاطری وقتی که میرزا قاسمی بیاد اینجا رئیس جمهور بشه احتیاجی نیست که آدم بره. امنیت همونجور که برای سوریه و لبنان و عراق امنیت بود، برای ما هم امنیت میاره دیگه. ما از اون امنیت های اونجوری میخوایم. آره بچه ما مردی که اومد فیلم ما رو استاپ کرد، حالا اون اسکل، حالا نوبت تو هم میشه. مثل میرزا قاسمی رئیس جمهور بشه، اولین نفری که ما سراغش بیایم تویی. دومیش که اون دختره هست از اون ور دنیا نشسته به اسم مسیح. اوی از اون ور دنیا نشستی میگه لنگشکان. چرا لنگشکان؟ تو پاشو بیا اینجا لنگشکان. آره تو روی تخیابونی منو داری میاری بالا. به بچه های ما میگی چادرتون رو وردارین، حجابتون رو ورداریم، بچه های ما رو میندازی زندان. آره اصلا پول هواپیماتو میدم پاش بیا اینجا لنگشکان. آره دیگه چی میترسی؟ از میرزا قاسمی میترسی؟ نه ترس، پاش بیا با خودم، با خونه ترس، به خود پاشو قایمت میکنم توی زیر چادرم. آره زنده باد میرزا قاسمی. سوال خیلی مهم دارم. خانم مسیح علی نژاد چرا نمیان ایران؟ خانم که اینجور ساعت بردار دیگه. خب